الان با یک سفر دوباره آخر هفته دیگه هستیم. نصف بچه ها راه افتادن رفتن. اینجا منم منتظرم آریا بیاد. سیوانم از مهاباد با کلی تأخیر تو راهه که برسه به ما. احتمالا تو جاده‌ام بارندگی باشه، حالا نمیدونیم، بریم ببینیم چی میشه. اینم از موتور در انتظار آریا و سیروان و اینا. کیوان و حامد هم راه افتادن رفتن. فعلا بالاخره ساعت 4:30 رسیدیم تکاب. سیوان که جواب تلفن نمیده و نمیدونیم کجاست. کیوان و حامد هم که رفتن یه رستورانی منتظرن که ما بهشون برسیم. آریام که پشت سرمه. برسیم به بچه ها، از اونجا راه بیفتیم بریم به سمت آب گرم قینرجه. اونجا میخوایم کمپ کنیم، امشب رو بمونیم و فردام که میبینید خودتون به سمت کجا میریم. اونم از شهر تکاب یا تکاب جفتشو میگن. بعد یه شهر کوچیکه جزو استان آذربایجان غربی هم هستش. نصف شهر ترکن، نصف شهر کردن. این سمت شهر الانی که ما اومدیم همه کردن. از یه پل، از پل به بعد همه ترک، هرچند کاملا قاطی. هم تکاب هم شاهیندش ترک و کرد قاطی هم. هوا به شدت سرده. تو جاده وایسادم یه جایی، دستکشای زمستونی رو پوشیدم و یه لایه بادگیرم زیر کاپشن موتور سواریم پوشیدم. هوا خیلی سرد چون اون ناحیه ارتفاعش خیلی بلنده. اون قسمت از جاده ای که ما اومدیم 2300 متر ارتفاعه، واسه همین سرده. خب رسیدیم به کیوان و حامد بالاخره. سلام کاکا، خاصی سلامتی. چطوری؟ ممنون، خاصی سلامتی. خونه سرد نبود. اونم از حامد. حامد هم اونجا وایستاده. خوراکان گیشتن به ایما و آقا شایم بخیر بی. اینم از حامد. سلام. چه شاهین؟ مبارکه مبارکه. سلام نه وینیا کیلومترکه گرمیه ایتر. ها؟ کیلومترکه تا بینی؟ آه مبارکه. مدومة أوبر دبا راحت السلمانية شلون كاكا مرد من السلمان.
اینم از معدن طلای اعتکاب. بخش زیادی از طلای ایران از این معدنه. خیلی بزرگه، خیلی. طلای زرشوران، اسم معدن طلای زرشورانه. تقریبا دیگه هوا تاریک شده، یه 10 کیلومتر مونده برسیم به روستا. با صدای این گوسفندای قشنگی که گرد و خاک عجیبی هم کردن. خب بالاخره ساعت 5:30 و ما رسیدیم آب گرم. اینم از آب گرم قینرجه اعتکاب. بچه هم یکی یکی رسیدن. زود چادر و کمپ رو برپا کنیم و بریم تو آب. چادر و کمپ رو زدیم. سیروانم به سلامتی رسید بهمون. بریم داخل آب. به 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 به. لطفاً بهداشت رو رعایت کنید. هلو خوارو. این آب گرم به 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 به. عادی اونو بگیر. کله. اونو بگیر جان. واقعا باشه. بیا یه رفت خری. با بچه ها آب گرم. حامد کیوان آریا بره خوشم. سرمای جادی هستنمون در شاهین راست میگه. هر چند زیادم سر نم ولی بگو خستگیمون چی با بچه ها؟ دمتون گرم. همون برعکس ببینیم. دمتون گرم. خسته نباشید. 11 دقیقه دیگه آریا داره شام درست میکنه. آریا آشپزه. سیروان تخمه میخوره. حامد چرت میزد تا 2 دقیقه پیش. کیوانم که همون حرفایی که اونایی که میشناسنش میدونن چی میگه تا ابد. دوستان عزیز براتون آرزوهای خوشبختی دارم. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. آره زیاد حرف میزنه. فداش. شامو بخوریم دوباره بریم تو آب گرم. سیروانم با پوتین و لباس موتور سواری 2 ساعت هم اینجا نشسته. معلوم نیست چی اصلا معلوم نیست چرا. این آقا ما رو چند ساعت الاف کرد. این آقا 3-4 ساعت ما رو الاف کرد. الان هم میخندید بهمون میگفت اصلا بشاره با میوانی هست. ترکم ساعت 15 گلزن این هفته ایشون. من در خدمت جوانان هستم. یه روبا هم اومده اینجا هی میخواد لازم. ببین عزیز كم وانتيه كيف فقط هم مسؤولين ساقي بدلك خزای زرد زور خوشه که همین.
تو خود آشپزی چه کردن؟ شیوتی نظر چون نخو دراته شیوتی نخو بیانه برات جوا کیوان داره ماهیتابرم میخوره. داره بخوره آره اونه خوش بابا دمت گرم آریا دمت گرم چی درست کرده مسقال بودی المینیوم میخورد. حامد میگه کیوان دوست مسقال المینیوم شکر. آره این همه رو خورد یه مقدار دوغم داشت، اونم بطری از لیوانش کوچیک‌تر بود. سلامتی دوستانی که هستن سلامتی رول خود زندگی نمتوخینی خلق نتوخینی زندگی بی ملاقاتی سلامتی مرد و تن سلامتی ستن. آره سلامتی این فلفلا. ساعت 10. بریم دوباره سر به آب گرم بزنیم. محوطه چادرامون، این هم چند تا استخر آب گرم طبیعی که ساختن. این هم منی که نصف نیمه خوابیدم، خواب خوبی نداشتم به چند دلیل. حالا فعلا بریم اینجا رو بهتون نشون بدم. یه آب گرمی داره از اینجا میاد و این که میبینید این همش آب گرم. این از زمین میزنه بیرون. آب گرم طبیعی درجه 1، نه چندان تمیز. از بالا این آب میاد. جای محمد و محسن خیلی خالیه. جفتشون قرار بود بیان و نتونستن. سلام. اینم از آب گرم خودمون. Vam Arya igen. Arya çoni. Arya vaziyet çoni. Siruan. صبحونه هم آماده کردن بچه ها. ترکیب فلفل با یه خورده فلفل هندی با یه خورده فلفل هندی محبت. آره کم جای هر اوایل داریم یواش یواش جمع میکنیم. این رو کوام برف نشسته میبینید. بعد جمع میکنیم یواش یواش بریم به سمت تخت سلیمان و زندان برنجه. سلام کاشان خسته نی. بریم صبحونه رو بزنیم و دیگه راه بیفتیم. از آب گرم راه افتادیم بریم به سمت زندان برنجه و زندان سلیمان. یه سر اونجا هم بزنیم و دیگه یواش یواش برگردیم. الان هم خیلی دیره، ساعت 12:30. نمیدونم برسیم. البته در هر حال به شب میخوریم و ایرادی هم نداره دیگه. دیشب هم نیم ساعت آخرش تقریبا تاریکی اومد.
الان اون گوداله احتمالا بریم که عمقش نامعلومه، آب گرم احتمالا بریم یه سر به اون گوداله هم بزنیم. تقریبا رسیدیم به اون گودال مخوف و عجیب و غریب. ها خفه بم. جاده شب داری میای یهو اینو میبینی. واسه اونایی که چراغ خاموش میرن پیاده شم اینو بردارم. از زندان سلیمان این عجیب ترین جاییه که من تو عمرم دیدم. هیچ وقت اینجا تکراری نمیشه، واقعا هیچ وقت تکراری نمیشه. الان نردم زدن که خیلی جالبه. قبل این نرده هم خب از این سرا دیگه باید بریم به سمت راست و 9 کیلومتر مونده تا زندان برنجه. نه تیکپ تیکپ کیوان بنزین نداره. این پا بنزین هم بنزین نداشت، باید برسه تا تکاپ. الان طبق نقشه میگه ما رسیدیم ولی تموم شد، رسیدیم به یه روستا. نمیدونم چی شد. نوسیه به مقصد رسیدید. کاکا زندانه که حالک چیه؟ ایره؟ ترکی زندان از کدوم ور بریم؟ موتور میره؟ آه باش مرسی. رون تپه؟
اوه 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 چه عمیقه. وای وای خیلی عمیقه. وای 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 تهش معلوم نیست اصلا. وایسا وای 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 وای. ووهو! باشه ایر سیرت چون داتش را قرآن خیلی ترسناکه، خیلی. میبینی چقدر وحشتناکه این. اصلا یه چیز عجیب غریبیه. جالبه. از زندان برنجه اومدیم بیرون و برگردیم دیگه به سمت سقز. یه جایی احتمالاً زندان سلیمان وایسیم نهار بخوریم، یه نهار بخوریم و دیگه مستقیم تا سقز هیچ توقفی نداریم. یه سفر کوتاه تقریبا یه روز و نصفه‌ای خیلی مفید، واقعا عالی. نهار بخوریم چون به شب خوردیم حسابی حسش نیست. برم عکساشو براتون میزنم. یک شمه باران بدون هیچ دلیلی داره میره. دلیل نداره آقا باید بریم. برو. آقا خدا نگهدار. خدا حافظ. خوش خود بسیره. برو برو. بارون شدید میاد. خیلی وایسادیم دیدیم بند نمیاد، گفتیم راه بیفتیم دیگه، چاره ای نیست. چون منطقه‌ای که از تکاب به سمت دورا تکاب و سقز میره خیلی خیلی سرده اون منطقه. حتی تابستوناش هم خیلی سرده به خاطر ارتفاع زیادش. داخل شهر تکابیم، هنوز خارج نشدیم. خیلی بارون شدیده، خیلی شدیده و اینکه هر چهارتامون پشت سر هم داره میریم به سمت بالا ها. از گردنه باید بریم به سمت بالا. امیدوارم گردنه برف نیاد چون گردنه همیشه خدا سرده، همیشه. بارون شدید شد، لباس بارونی میپوشیم. من و آریا لباس بارونی رو بپوشیم. شلوار رو پوشیدیم.
شلوار و لباس رو پوشیدیم نمیخوسیم اتفاقا. و هم گیتفنرش علیه بگو دمت عکس هرموی یک سایز من نیمه سایز گورتره خب حامد پلاستیک زباله تنش کرده که من کشتارگاهیم میرم کشتارگاه. من و آریام که تکلیفمون روشنه قیافه گرفتیم ما لباسای زداممون. بالاخره رسیدیم سقز، همه به خوشی سلامتی. سیروان هم احتمالا تا الان رسیده باشه. خداحافظی کنیم و برگردیم خونه. تا سفرهای بعدی خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب یادتون نره.